نگاه کن وقتی چون پای گردد من میرم افتر با یا دختر که برسون لباس زنی عجب لبا کنی کفتر کنی عجب لبا کنی با یاد بونی عجب لبا کنی اجازه میدونی این جوون رعنا با این لباسای اعلای این هیکلشون مصفا در بس قربونی شما بریم خواهش دارم بفرمایید نهار با هم در رستوران می بکنیم این برای کم بمیزه این برای کلم بمیزه این دماغ اگه بشیزه با آب دهنم خوب نمیشه شکل من گل من از صدقه سرش یه ماش پوش بکن نمهش بکن چون درده بوشه لطف من میمیرم واسه زنه خوشگله که پول مفودی به قول فرانسوی ها زشت منونش کشه سلمان مشنش نون عرش رانده بود گرفتم رفی عرش رانده بود گرفتم قرار تو فرده همین موقع برو بازو رو با دینا رو بخوای نمه کنه این قطی بالا نگاه کن که چشا جانه سرابه فقط ناز و ادا داره بلالا از هرگون لحظه پره این کفایی و مرمره صفتی لبایم مستی بکن لحظه پره یار نمکی سرسه هرچی کجون هرچی برسون بسم اینتی هرچی کجون هرچی خوشت اومدنی؟ آره اما نگاه کنه ها فرمود مگه نه؟ درسته میدونی تو با اینکه داداش من نیستی تو من قبلی داداش دوست دارم من تو رو میارم که تمام گوشی کنار اینجاها رو ببینی ببینی
ببینیم مردم چطوری عرق پرتاب میکنن بالا تا یاد بگیریم. دهنتو بکشیم. بیا کشیدم. من میخوام عرق خوردن مردم رو ببینم، اما نه اینکه یاد بگیریم. واسه اینکه ببینیم مردم چه برای سرشون میاره، چطوری خودشون رو گم میکنن. بفرمایید مثل اون زنه که تو این کافه داره به این آدمای مسئول میشیده. آره زندگی هزار راه داره. آدم برای وقتا واسه یه لقمه نون دست به هر کار خانو به کار هر کار و با هزار تا مردم جوربازی سرساق میشه و با آدمای نامردی مثل اونجا رو نگاه کن رفیق. من با داداشم رفیقش اومده بودم. اونا الان دارن تو این کافه حساب اون نامرده رو میرسن. آره اونا اصلا دارش رفیق. خودت آمدیم برمون تو حرفش هم نکن. ببینم خانم شما چه طوری نشدین ها؟ نه مشکرم که کمک هم کردیم. اختیار داریم، ما چه کاری نکردیم. بیاین این انگار از سبد شما افتاده. بفرمایید بگیره که بگیم نمیگیره. بگیر خانم نمیگیره. من نمیدونستم ببخشید کنم. اشکالی ندید من دیگه عادت اگه میدونستم اینطوره بیشتر بزنه بخواستیم ماجم. بذار برم یه دقیقه بکشم این تو بیام. تو کجا میارم؟ حالا باید میدونه خلیلی زیاد گرفتی. نه خانم شما از بستگی همینطوری بودید. نه منم تو 3 سال پیش میدونم مثل همه این مرد. اما بعد یه تصادف پیش اومد. پدر مادرم تو اون تصادف مردن. اما من هنوزم دارم نفس میکشم. جدید چه فهمیدی؟ بسته نخور تو هم ایشالله خوب میشی. ببینم اگه تنهایی میترسی ما میرسیم. ما اینه ها شیر پاستوریزه مواظب میشیم. قرصتی نخور. ببینم خونه کجاست؟ خونه؟ من خونه ای نداری؟ پس شبا کجا میخوابی؟ سپاری شد خونه یه پیروزن میخوابی. اما دیروز اونم مرد. دیشب رو سهر یه انبار خوابیدم. اون شبم خدا بزرگ. ما تو خونمون یه دست تخت خواب داریم. اگه دلت بخواد نه آخه نمیشه. خیال بد نکن. ما مثل بعضیا نیستیم. چشمون پاکه قلبمون هم صفاست. آره گیرمون هم همیشه پر از خالیه. نگاه خندون دمه. آره میگفتم جیبمون پاکه. فقط دستمون پاکی. به هر چی میزنیم بهش میچسبه. حالا بیا دیگه بیا. ولی من شما رو نمیشناسم. بعد ما رو میشناسیم. ما آدمای خوبی هستیم. من دلم میخواد یه خواهر عین اون تو داشته باشم. به خاطر من بیا تو رو خدا بیا. بیا بریم آبی. اگه سفرمون رنگین نیست عوضش قلبمون صفاست. یه لقمه پیدا کنیم با هم میخوریم. تو هم دیگه نمیخواد اینقدر زحمت بکشی. خدا بزرگ یه روزی که بیا بگیم جون کله دیموی من بیا بگیم. بیا اینم آب بخور. آخ تو یه غم پهلو داری. حرفت جا تو همون کند قهوه خونم. این حرفا و این خنده ها واقعا بی زندگی تو بعد تو خوشگلی بری جوونی همه چی داری. گفتی همه چی دارم. چرا این حرفا میزن؟ میدونم چی میگی واسه خاطر چشمات. درسته چرا اینطوری از زندگی بریدی؟ تو چشمات خوب میشی. یه آدمی میشی که همه جا رو میتونی ببینی. درست مثل همه من به قول میدم اگه تو دلت بخواد فردا صبح با هم بریم پیش دو تو نباید ناراحت بشی. قبول داری؟
خیلی متاسفم. خوب شدن چشم ایشون در حال حاضر امکان پذیر نیست. البته در تمام دنیا فقط یک نفر هست که میتونه به این چشم روشنایی ببخشه. اونم فقط پروفسور ویلیام ویلسونه که در لس آنجلس آمریکا طبابت میکنه. ضمن برای این عمل 100,000 تومان پول میگیره. میدونیم که مبلغ کمی نیست. بله متشکرم. ببینید آقایان، درسته که چشم ایشون احتیاج به معالجه داره، ولی خداوند هیچ وقت بنده‌هاش رو ناامید نمی‌کنه.